ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم دوا دا پوره کوم سپېرې دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم. پس از تکمیل زیرساخت و بدنه خاکی کار غیرریزی سرک دیدانا الی قصر دارلمان به طول 610 متر با عرض 31 متر آغاز شد. انجینر محمد حامد سادات آمر کنترل پروژه‌های زیربنایی ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل گفت این پروژه شامل پیاده‌رو، گلدان و خطوط بایسیکل رو بوده که به ارزش 23 میلیون و 900 هزار افغانی به زودی تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. چنانه که شما در جریان هستین این سرک از سالهای متمادی را خراب بود و مردم با بسیار مشکلات و رفت آمد میکردند. اکنون الحمد شاروالی کابل مصمم به این است که سهولت‌های بیشتر را به خاطر همشهریان عزیز خود مساعد بسازد. در این پروژه که شما میبینید در این پروژه عرض پروژه است 31 متر و طولش از 610 متر. انجینران ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل جهت تنظیم کیفیت بهتر کار و تطبیق پروژه مطابق با زمان معینه نظارت و بررسی دوامدار دارد. ای زما خوږه